خب ببین، من تکنیکایی که اینجا نوشتم رو بخونم از رو، میخوام به بچه‌ها بگم. و یکی در مورد قیمت گذاری صحیح برای ارزان‌تر نشون دادن محصول میخوایم صحبت کنیم. این فیزیکی و غیر فیزیکی نداره و یه چیز خیلی مثلا قدیمی هم هست تو دنیا که میان و رو قیمت گذاریشون اینو اعمال میکنن. من همین دیشب داشتم یه بکلینک میخریدم از سایت لجیت، دیدم اونجا اینو مثلا یکی از فروشنده رعایت کرده بود که پکیج بیسیکش مثلا $10 بود، پکیج استانداردش میشد $20، بعد پکیج پرو داشت $25. این داره یه کاری میکنه که تو عملاً، حالا دیگه بستگی به اینکه اون جزئیاتو چطور مینویسه، مثلا میاد تو رو هول میده که بری پرو رو بخری، میگه ببین این فقط $5 از استاندارد بیشتره ولی خیلی یهو داره کلی فیچر اضافه داره. آره ببین این آمدن این کارو میکنه که تو به خود فکر کنی که خب اوکی، من که میخوام $20 بدم، $5 بیشتر میدم، کلی چیز بیشتر میگیرم. اصلا اون $20 $20 نیست. اون $20 بعد قیمتش میشد $13 $14. اونو داره تومه میکنه که پروشو ارزونتر نشون بده. این چیز خیلی چیز رایجیه تو دنیا، سالهای سال هم هست. تو بری تو کسب و کارهای سنتی حتی اینو میبینی، یعنی طرف میاد تو مثلا یه شعبه رستوران داره همین کارو میکنه. استارباکس و برگر کینگ فکر میکنم مثلا استارت این قضیه رو زدن دیگه، یه قهوه کوچیک. من مثالی که خوندم از این دوتا بوده بیشتر از همه. آره و یه چیز خیلی رایجیه. خلاصه این یکی از نکاته. حالا اینو میشه برد تو اونجا که حالا مثال استارباکس اینا رو زدی، چیز مکدونالد میاد با کالا این کار رو میکنه، این بازی رو میکنه. یعنی میاد به تو محصول اصلیشو ارزون میده، بعد میاد به تو اون جانبی ها رو گرونتر میفروشه. تو دیگه رفتی یه دونه برگر خریدی، دیگه کنارش قطعا یه سیب زمینی هم میگیری، قطعا یه نوشابه هم میگیری، این رو اون حساب باز میکنه. این مدل دیگه همین داستان قیمت گذاری است. حالا من همینجا بحثمون چیزه دقیقاً این داستانی که داری میگی، یه بخشیش هم میرسه به همون کراس سلینگ و آپ سلینگ و اینکه بحث باندلینگ انجام بدی. ببین خیلی سایت فروشگاهی تو میتونی آقا یه محصولی که طرف میاد مثلا آیفون بخره، خیلی راحت همونجا تو میتونی گارد لنز بهش بدی، همونجا میتونی بهش قاب بفروشی، همونجا میتونی بیمه گوشی. دیدی بعضی اضافه میکنن با اینکه هیچ کارایی نداره معمولا تو ایران، اینا برای هم کراس سلینگه. توی پروژه بحث باندلینگ هم خیلی من خوب دیدم نتیجه داد. پروژه تجهیزات کافی شاپ بود، یعنی کلا وبسایتش بیشتر ویترین بود، یعنی خیلی دستگاه‌های 200 میلیونی 300 میلیون خب کسی خیلی نمیخرد، ولی اومد بحث باندلینگ واسه یه سری اکسسوری‌های کوچیکش، مثلا کاپای قهوه V60 و کمکس و اینطور چیزا با 6 تا فیلتر، با یکم قهوه آسیاب شده، با یکم فلان، یه باندل کرده بود آقا 4 میلیون. یعنی میتونم بگم 90% فروشش از همین باندله بود. باقی محصولاتش صرفا تماس میگرفتن، حالا به صورت حضوری میرفتن مذاکراتش میکردن، ولی این باندلینگ خیلی کمک میکرد. فروش سایت کلا این داستان بود، تو بیای چند تا محصولی که شاید کم فروش میره ولی مشتری بهش نیاز داره رو بذاری کنار محصولی که داره زیاد فروش میره. یه نکته دیگه هم که هست، ببین داستانی که یه سری وقتا مشتری نمیدونه چی نیاز داره، تو میتونی بهش کمک بکنی. مثلا همین داستان آیفون 12 و 13 که اومد، گارد لنز من قبلش ندیده بودم، گوشی اصلا گارد بر لنزش بخوای بذاری. یعنی خب مثلا من نمیدونم، این من موقعی که دارم اینو میخرم خیلی راحت تو میای بگی آقا چنین چیزی هم هست، از دوربینت محافظت میکنه، این بیرون زدگی داره، خشم میفته، اینم کنار اون بخر. این فکر میکنم تو همون قضیه هم میتونه بگنجه. حالا باز آپسلینگ هم که هست، اونم باز داستانه خودشو داره، یه چیز گرونتری بهش پیشنهاد بدی، اونو باز بذاریم حالا تو وبینار توضیح بدیم. آره ببین اینو میگم، اصلا ما میتونیم حتی از آموزش هم توش مثال بزنیم. یعنی حتی بعضی واسه بن‌پس آموزش هم ما خودمون الان همین استفاده میکنیم دیگه. یعنی مثلا میایم اون آموزش‌های کوچولو مختلف رو داریم و بعضی وقتا این آموزش‌های کوچولو رو اصلا میایم محدودیت میذاریم رو خریدشون. یعنی اصلا آموزش کوچیکه امکان خریدش قرار نمیگیره برای اینکه تو بیای اون آموزش بزرگتر رو بخری. میخوام بگم این دیگه، این فکر ازم زیاد تو کشش ندیم چون همه حرف وبینار رو دیگه میزنیم میره. کل میدونی 10 تا اینجوری میشه باهاش بازی کرد، با همین یه دونه قاعده میشه 10 تا بازی مختلف کرد که تو به شکل‌های مختلف تو کسب و کار مختلف، همشون تو همه جا قابل پیاده سازی نیست. ببین ما تو سئو سیستم اینجوریه که برای من فرق نمیکنه تو چی میفروشی، به هر حال این 10 تا نکته رو دارم، حالا 2 تا 3 تا نکته هم بیزینس به بیزینس، حوزه به حوزه فرق میکنه. اما تو CRO چیزی که من دیدم کلا تو هر مبحثی که مربوط به فروش باشه، چون دیگه تو اینجا
ببین ما تو سئو با یه ربات و یه سری آدم طرفیم، اینجا دیگه تو مستقیم با آدما طرفی، برای همین خیلی اون جزئیات توش بیشتر متغیره که هر کدومو به شکل خودش پیاده بکنی. کلا سیارو رو مثلا نگاه بکنی برای یاد گرفتنش، میشه گفت تخصص تو یک مورد خاص نیست. خب یعنی چون تو با آدم طرفی، آدما کلا چند بعدی هن. بود روانشناسی داره، بود مالی داره، بود اجتماعی داره. یعنی تو بخوای سیارو یاد بگیری یه اقیانوس خیلی بزرگه. کپی رایتینگ توش داره، پرفورمنس مارکتینگ داره، تا حدی سئو داره، تا حدی کار با ابزار داره، روانشناسی، کلی چیزای دیگه. اینا هم حالا من میگم که اصلا راجع به قیمت گذاریه یه بحثی تو وبینار داشته باشیم، چون چند تا تکنیک مختلف میتونه باشه، خیلی هم خوبه. و اینکه آره کلیت من تخصصم هست. آره اصلا صحبت. حالا منم باز یه چیزی سعی میکنم اضافه کنم که اصلا قیمت گذاری بیشتر بشه بحثش.